اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که ما شما رو داریم و مقابل تلویزیون نشستین، دارین با چشمای مشتاق و منتظرتون و دلای مهربونتون ما رو همراهی میکنین و خدا رو 100,000 مرتبه شکر که بازم فرصت هست از صحبت‌های دلنشین حاج آقای رمضانی عزیز بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی قبول باشه. طاعات، عبادت‌ها، شبای قدر، عزاداری‌ها، بداهای مخلصیم، محبت داریم. چه خبر؟ الحمدلله. زنده باشید. خدا رو شکر. میگه میشه بعد از شب قدر آدم حالش خوب نباشه. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. فقط خدا کنه این حال خوبی که توی شب‌های قدر پیدا می‌کنیم مستمر باشه، بتونیم حفظش بکنیم. این حال خوبه رو. یعنی شیطانم نشسته منتظر اتفاقا جیب ما رو بزنه. اتفاقا یکی از حقه‌های شیطان اینه که به خاطر عشق به خوبی زیاد شکر خوبی کم رو از ما میگیره. به خاطر عشق به خوبی زیاد که در ما هست شکر خوبی های کم رو از ما میگیره. مثلا ما دوست داریم زیارت عاشورای صد سلام بخونیم. و چون نمیتونیم میگیم این یه سلامی که هر روز میدیم چه فایده‌ای داره؟ شکرشو به جا نمیاریم. بنابراین اگر حتی حال مستمر هم نبود شکر همین حالی که الان بوده رو بکنیم. یه لحظه هم که با تو بودم خوشم. نه من چند بار الحمدلله رو گفتم ولی واقعا یه نگرانیه دوست می‌داره آدم، چون هر حس خوبی رو که ما تو زندگیمون تو جاهای مختلف تو لحظات مختلف تجربه می‌کنیم هی میگیم کاش این جریان داشته باشه، کاش این بیشتر بشه. مثلا قلب انسان کشش استمرار توی حالت رو نداره. خدا قلب اصلا اسمش قلبه به خاطر اینکه هر بار برمیگرده، منقلب میشه، برمیگرده، چرا انقلاب برمیگرده. بعد از هر وصلی به یک فراقی خود به خود باید مبتلا بشه، مثل اون اقبال و ادبار. آفرین. مثلا شما شروع میکنی 40 روزی عمل رو شروع کنی، اولش بسیار پرحال و پرشور، یه دفعه اینه بعد یه هفته دیگه اون حال رو نداری. این نشونه بدی شما نیست. قلب خاصیتاً همینجوریه. جالبه. خواهش. خیلی خوب بود مثل همیشه. نکته دقیقی رو فرمودین و استفاده کردیم. خب ما این 6مین نوبته که محضر شما این با افتخار. خواهش می‌کنم. البته ناراحتیم که آخریشه فعلا، البته انشالله بعد ماه مبارک این سعادت رو داشته باشیم که باز شما رو زیارت بکنیم، ولی طبق وعده‌ای که داده شده از قبل و اینها این آخرین برنامه است و ما از فرشب دوره خدمت استاد محمدی شاهرودی هستیم. بحثمون هم معاد این هاست. سلام منم بهشون. زنده باشید، محبت دارید. چشم. عرضم حضورتون که ما بحثمون محبت امیرالمومنین بود دیگه، یعنی جایگاه و اهمیت محبت امیرالمومنین سلام الله علیه. دوستان من یه خلاصه 2-3 دقیقه جمع و جور آماده کردن، اگه موافق باشین این رو پخش بکنن، یه تداعی هم بشه برای هممون. بله، کار ما رو هم راحت کردن. زنده باشید. بعد برگردیم و یه سوالی که پیش آمده برامون مطرح بکنیم، هم شما زحمت بشین پاسخ بدید. انشالله توفیق باشه. خواهش میکنم. مخلص شما هستیم. بفرمایید. آنچه که گذشت. خب آن عملی را که خدا طالب است حب علی ابن ابی طالب است و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین سلام الله علیهم اجمعین. یعنی مردم شب و روز 1000 بار ما سجده شکر به جا بیاریم که خدا ما رو مسلمان، شیعه، پیرو و محب آل الله علیهم صلوات الله قرار داده. باز یک شکر تو از 1000 نتوان کرد. اینجوریه؟ حتما. مخلصیم. درس پس میدم بذارش. خواهش میکنم آقا. سوال پیش میاد. حالا ما این خلاصه مردم دیدن، ما هم دیدیم و حالا 5 جلسه صحبت کردیم درباره محبت هست مولا. ما چجوری متوجه بشیم، یعنی نشانه های این محبت در وجود ما، در قلب ما، در جون ما چیه؟ نسبتمون با امیرالمومنین چقدر چجوری متوجه بشیم؟ دوز این محبت رو چجوری الان من علیرضا قوامی بفهمم مثلا از 0 تا 100
از روی نشانه هایی که دارم خودم بشینم ارزیابی کنم، بعد کلامو قاضی کنم، بگم الان شما مثلا 10% محب امیرالمومنین هستی. نشونه هاشو میخوام از شما بشنوم اگه سلام میدید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا ما باید دنبال نشانه بگردیم؟ سوال اول اینه و بعد نشانه های محبت. میدونید چرا ما باید دنبال نشانه بگردیم؟ چون انسان نسبت به خودش دچار سوء تفاهم میشه گاهی اوقات. خودش راجب خودش قضاوت اشتباه پیدا میکنه. یه دفعه روی سرمایه‌ای در درون خودش حساب میکنه که نداره، یه دفعه خودش رو خالی از سرمایه‌ای میبینه که داره. این سوء تفاهم ها برای انسان پیش میاد. بگذارید یک مثال بزنم. مثلا شما فکر میکنید که توی کارتت خیلی پول هست، با دل قرص میری توی فروشگاه، به پشتوانه این که کارت پر پوله. چقدر راحت دستت نمیلرزه نسبت به این که بره سراغ جنس گران. چقدر راحت میرین مثلا اون جنسی که حتی کمی هم نیاز نیست میخرید. آره. سبد رو پر میکنید، میاید جلوی صندوق. یه دفعه جلوی صندوق بعد از اینکه اینا رو حساب میکنن میگن کارت رو بدید، کارت رو میکشن، میگن موجودی ناکافی میباشد. یعنی شما روی یک سرمایه‌ای حساب کرده بودی که نداشتی. برو بذار سر جاش. یا بیش از اون چیزی که بود حساب کرده بود. آره. گاهی اوقات هم فرد توی خونه نشسته، ارث میلیاردی رسیده بهش یا پول میلیاردی ریختن به حسابش ولی پیامک واریز نیومده. نشسته کاسه چه کنم دستش. آفرین. یعنی حساب کتاب میکنه که امشب مثلا فقط گوجه خالی رو بخورم، تخم مرغ بمونه برای فردا، یا تخم مرغ رو امشب بخورم، گوجه بمونه برای فردا، یه دفعه املتش نکنم که 2 شب. الهی. حالا شما بهش بگو که بابا تو با این سرمایه‌ای که داری میتونی کل املتی‌های شهر رو بخری. خبر نداره. اگر انسان نسبت به سرمایه‌های درونی خودش دچار این سوء تفاهم بشه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه شب عاشورا معلوم میشه که تو دست گذاشتی رو جنسی که اصلا سرمایه خریداریشو نداشتی. من عمیقاً معتقدم مردم کوفه برای امام حسین علیه السلام تله نذاشتن، با نقشه قبلی آقا رو نکشیدن به سمت کوفه. این اعتقادم. واقعاً از خودشون اون موقعی که نامه می نوشتن میپرسیدی که واقعاً این ظرفیت رو داری که جنایتکارترین آدم تاریخ باشی و ماندگارترین جنایت تاریخ رو که دیگه بدیلش پیدا نمیشه رو تو انجام بدی. نه اصلا به ذهنش هم خطور نمی‌کرده. این یعنی نسبت به سرمایه وجودی خودش دچار سوء تفاهمه. دست رو جنسی هم گذاشته که خدا روش خیلی غیوره و این اتفاق برای هر کسی ممکنه. بله. یه دفعه میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، نامه می نویسیم بدون اینکه سرمایه ما برای اینکه یه همچین کسی رو بخوایم چک شده باشه. اول ببینیم چی تو چنته داریم، اون مقدار داریم هزینه کنیم. بله. یه دفعه شب عاشورا غافلگیر بشیم چی؟
بزرگانی بودن مثلا سلیمان سرهدخزایی امثال هم. از اون ور برخی از افراد هستن که اصلا روشون حساب نمیشه. یه دفعه میبینیم چه آدم های سرمایه داری هن، چه آدم های به درد بخوری هن. ما زهیری که سابقه روبرو شدن با امیرالمومنین رو داره. بابا زهیر در جنگ صفین روبروی امیرالمومنین علی علیه السلام تو سپاه مقابل ایستاده. ما همچین کسی رو به عنوان یکی از فرماندهان سپاه امام حسین علیه السلام قبول می‌کردیم. زهیر میومد جلوی لشکر عمر سعد حرف میزد، یکی از چیزایی که میگفتم تو دیگه چرا؟ یعنی اصلا رو اون حساب نمی‌کردن. امام حسین علیه السلام در ته قلب اینها چه جواهری میدید که اینا رو کشف میکرد؟ باید دنبال نشانه باشیم. درست. بله، که یه وقتی دچار سوء تفاهم نشیم. یه وقتی رو خودمون حساب نکنیم در حالی که اصلا نشونه هاشو نداریم. یعنی آدم به قلب خودش نگاه میکنه، میگم این ظرفیت رو تو خودت میبینی که گلوی بچه شیرخواره رو بدری، یه نگاه میکنه میگه من نه. این کجا رو دیده که میگه نه؟ به نظرم در قلب رو باز کرده، همه جاشو نگاه کرده، دیده نه خبری از این جنایت نیست، در رو بسته دیگه. نگو اون حس پنهان شده در قلبش. قلب ما یک شخصیت پنهانکار هم داره. هر وقتی می اومد به سمت سپاه امام حسین علیه السلام، یه هاتفی صدایی داد که تو داری به سمت بهشت میری. او خودش به خودش خندید، گفت نگاه کن من کجا دارم میرم، چی میشنوم. حساب نمیکرد. یه شهیدی هست سمت محل ما، شهید مجید قربان خانلو شون شد. این وقتی که میخواست، من تو مستندش دیدم، وقتی میخواست بره مدافع حرم بشه، خب آدمی بود که اهل قهوه خونه و تو این فضاها بود. میگفت رفتم، اون دوستش میگفت وقتی اومد توی قهوه خونه اعلام کرد که من دارم میرم مدافع حرم بشم، ما انقدر شوخی گرفتیم قضیه رو که پشتش چایی ریختیم، گفتیم آره تا که داری میری برو. یه دفعه رفت و شهید شد. عجیبه. برای اینه که ما باید دنبال نشانه بگردیم، با نشانه ها خودمون رو چک کنیم که یه وقتی دچار سوء تفاهم نسبت به سرمایه خودمون و محبت خودمون نشیم. ما داریم در رابطه با ابن ملجم، در رابطه با عمر سعد، اینها داریم که اهل بیت بهشون میگفتن شما چه کار ازتون برمیاد، اینا میگفتن من داشتم به همین فکر میکردم تو این چند لحظه اخیر. بله. همشون عمدتاً از یاران بودن و من اصلا از من بعیده. بله. یه جمله هست که میگه هر کسی گرگ درونی داره، این فرصت در واقع اون بروز اون قابلیت خوش پیدا نکنه که فرصت بکنه. این جمله رو من اگه بخوام از آیت الله بهجت نقل بکنم که همین معنای جمله شما رو میرسونه، ایشون میگفت که همه ما یه شمر بالقوه داریم، یزید بالقوه داریم. همونه دیگه. فرصت بروز و حضور و بروز پیدا نکرد. گفت همه ما فرعون مصرامون فرق بکنن. دقت کنید. پس ما باید بریم سراغ نشانه ها تا چک کنیم، یه ارزیابی درستی از خودمون داشته باشیم، وگرنه دچار اشتباه محاسباتی میشیم. احسن. بعد ما همه چی به هم میریزه اصلا. این یه دفعه خودمون هم از خودمون هم غافلگیر میشیم. آره، اول اون شاخص‌ها، معیارها، نشانه‌ها رو باید پیدا کنیم. اینجا نگه داریم اگه موافق باشیم. خواهش میکنم. بعد کم کم بریم سراغ حالا اون نشانه‌ها چی هست دیگه. موافقین؟ خدمت از ماست، دست شما هم درد نکنه. بریم و برگردیم و خدمت شما باشیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جعل الله لرجل من قلب
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 4 سوره مبارکه احزاب رو دوستان من پخش کردن، به نظرم مرتبط با بحث شما بوده. اگه میخواین راجعش صحبت بکنین. بله، که خداوند متعال تو این آیه میفرماید که من 2 قلب برای یک فرد قرار ندادم. هر کسی یه قلب داره و یه قلب یک محبوب داره. یا در آخر عمر ما یا همه امام حسین های ما دروغ در میاد یا همه یزید های ما. یه ذره توضیح بدین. ما با یک قلب فقط یک محبوب داریم. بله. وقتی واقعا امام حسین علیه السلام رو دوست داشته باشیم، پس اونهایی که ما فکر میکردیم یزید رو دوست داریم در قلب ما لونه نکرده. پس اونا دروغه. یا نه، خدای نکرده معلوم میشه که یزیدها واقعی بود و تمام این ابراز محبت ها دروغ. لغلغه زبان بود. بله. الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنت. پناه بر خدا. اینو باید مرور کنیم با خودمون که ما 2 قلب نداریم. آخه بعضی از ماها سعی میکنیم بین امام حسین علیه السلام و یزید آشتی بدیم. میگیم که حالا شما چرا دعوا کردیم؟ میشه اینجوری زندگی کرد؟ یکی به تخته و یکی به نعل. نه، توی یه دل 2 دلبر نمیره. اون واقعی محبت عمیق واقعی فقط به یکیشون تعلق میگیره. خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو. ایشون میفرمود که خدا صاحبخونه با حیاییه، بیاد ببینه مستاجر نشسته میره تا وقتی که اون مستاجر بره بیرون. آخه چه قشنگ. یه وقتی من از ایشون پرسیدم که حاج آقا بهترین ذکر چیه؟ ایشون گفتن که استغفر الله ربی و اتوب الیه. و بعد یه جمله گفتن که خونه رو جارو کن، خود مهمون میاد. جارو کن تو خانه و پس مهمان طلب. مهمان طلب نه، مهمان خودش میاد. امام زمان به ما از ما مشتاق تره. نیاز به طلبیدن به اون معنایی که ما میگیم نداره. او صاحبخونه‌ای که ما بیرونش کردیم. ایدادید. حالا برای اینکه اون نشانه رو بگم، مهمترین نشانه رو بگم، اگر فرصت شد باز نشانه بعدی، اگر نه که با همین نشانه فکر میکنم کفایت بکنه. اونم اینه که شادی و غم همیشه دور محبوب ها شکل میگیره. اینو یادتون باشه. انسان غمگین نمی شود مگر به خاطر محبوبی، انسان شاد نمی شود مگر به خاطر محبوبی. یاد جمله یفرحون لفرحنا یحسنون. احسنت. تو واقعا میخواستم اگر زنده موندم در ادامه همین رو بگم. ببخشید من جد. نه آقا، اتفاقا نشون میده که با بحث همراهید و خودتون جلو رفتید. میگه من میخوام چیکار بکنم جز این که بحث برسه. زنده باش. آره فرمودن در غم ما غمگین، در شادی ما شاد باشیم. حالا من یه کمی دقت این روایت رو میبرم بالاتر. اگر زنده موندم که در غم ما نیست. این ترجمه دقیق نیست. حالا مقدمه‌شو بچینید تو اونجا. بله. عرض کردم که
غم و شادی ها همیشه دور محبوب ها شکل بله میگیره. از غم و شادی خودمون باید تشخیص بدیم که محبوبمون چیه. احسن. مثلا ببینید بچه پای عروسکش شکسته، به باباش میگه که بابا عروسکم پاش شکسته. آخه بچه چقدر قصه این که عروسک پاش شکسته میخوره. خیلی زیاد. پدر چه بسا به محض این که در رو میبنده به تنها چیزی که فکر نمیکنه عروسکه. اصلا به این حال بچه خندش میگیره به خاطر عروسک داره گریه میکنه. آفرین. چه بسا میخنده. آفرین. علت تفاوت حال این دوتا چیه؟ به خاطر که او مرکز توجه و عشق و علاقهش عروسکه نیست ولی برای بچه هست. آفرین. منم همین رو عرض کردم که غم‌ها و شادی‌ها دور محبوب‌ها شکل میگیره. پدر محبوبش عروسک نیست، غمی نداره. بچه محبوبش عروسکه، تمام غم دنیا به دلش. البته پدرم یه عروسکی داره، مثلا یه ماشین مدل بالا خریده، بیاد ببینه روش یه چیزی افتاده، آفرین، اونم محبوب اونه، میشینه گریه میکنه، ولی بچه به بابای میخنده. حالا اتفاقا مثال میخوام بزنم که وقتی پدر برمیگرده میبینه مثلا لوله ترکیده، همین پدر غم دنیا به دلش میشینه. بچه میاد نگاه میکنه کف آشپزخونه پر آبه، یه دفعه صدا میزنه علی جون بیا اینجا آب بازی. یعنی آنچه باعث غم پدر است باعث شادی فرزند است. آره. چرا؟ چون بچه بازی رو دوست داره و این فرصت بازیه. پدر مسئولیت خانواده به دوششه و این آب اومدن داره ضربه میزنه، باعث غمشه. شادی ها و غم ها دور محبوب ها شکل میگیره. از کنار غم ها و شادی ها من نباید رد بشیم. این یه معیار خیلی قشنگی میشه. فکر کن هر کسی تو زندگی خودش می‌دونه کجا خوشحاله کجا ناراحت. بله. معلوم میشه چه کار است. گفت آدما به اندازه قصه هاشونن. قصه هر چی میخوری همونی. قدر الرجل علی قدر همته. همت تو عربی به معنی غم مرکزیه، یعنی اندازه تو اندازه غم اصلیته. اصلا تو محشور شدن هم میگن که تو با دنیا هر چیزی که بهش خیلی علاقه با همون اون محشور باهات میاد. آقا برای همین من یه پیشنهاد میدم به بیننده ها، یه کاغذ بردارن قصه های مشترک با حیواناتشون رو بنویسن. آیا حیوانات غم نان زن و بچه‌شون رو نمیخورن؟ چرا؟ پس این مشترک. پلنگ نمیره برای زن و بچه‌ش غذا بیاره؟ چرا؟ خیلی هم خطر میکنه، تلاش میکنه. حیوانات برای خودشون لونه درست نمیکنن؟ چرا؟ حالا چون به اسم خونه اونا میگیم لونه، با ما آدما فرق میکنن؟ نه. وقتی غم تو شد نان و خانه مشترک با حیوانات، همینقدر هستی. ولی به اشتباه بعضی وقتا فکر می‌کنی بابا من همه زندگیمو گذاشتم وقف زنم کردم، بچه‌م کردم، خونه‌تون، رفاهتون فلان. خب این که به قول شما اون پلنگم مشترکه دیگه. ما وقتی غمای مشترک با حیواناتمون رو خط زدیم، هرچی غم موند که اونها نمیتونن بخورن میشیم آدم. باریکلا. دقت کردید؟ و همینطور اون طرفش دیگه شادیش. بله، غم و شادی. غم و شادی. از هر چی قصه میخوری باید دورش خط بکشی بگی چرا؟ از هر چی شاد میشی باید بپرسی چرا؟ تا این سوء تفاهمه شکل نگیره. ناخواسته است قلب آنچه را که دوست دارد بهش رو کنه خوشحال میشه. این نشانه توش فریب نیست. نمیتونی خودتو گول بزنی من الان ناراحتم. خب خب مخصوصا به غم اول فکر کنید.
به غم اول یعنی چی؟ یعنی اولین غمی که بعد از یه حادثه میاد به دلتون، اون دروغ در نمیاد. گاهی اوقات فرد غم اولش چیزیه و بعد سریع خوشو جمع جور میکنه، کنترل میکنه برای شروع اینکه رو توجیه کردن. آره مثلا قافیه رو نوازه، یا مثلا ببینین من میخوام برم هیئت چقدر مهمه، جلسه امام حسین علیه السلام چقدر مهمه. خیلی مهم. خیلی مهمه. من میخوام برم هیئت. خب وقتی میام دم خیابون که سوار ماشین بشم، یه دفعه اینم ماشینمو دزد برده. هیئت فراموش. آفرین. اولین قصه‌ای که میخورم اینه که وای ماشینمو بردن، یا اولین قصه‌ای که میخورم اینه که وای به هیئت نمیرسم. ماشین که روزی خدا هر وقت بخواد میرسونه. آقا خیلی از ما در این حد نیستیم. خب برای همینه که خیلی امام زمان علیه السلام در غیبتن بدون تعارف. ما مگه غممون غم ایشونه؟ نه دیگه، غم الان فهمیدیم غم ماشینمونه. و حالا نشون به اون نشون که فرض بگیرید پناه به خدا، یه وقتی بچه آدم یه ضربه‌ای بخوره به سرش که آدم بفهمه که لحظات در نجات این بچه تاثیرگذاره. سری بچه رو بغل میگیره، کفش پوشیده نپوشیده، لباس پوشیده نپوشیده، سویچو بر میداره، میدوه به سمت خیابون. یه دفعه میبینه ماشینشو بردن. اولین قصه‌ای که میخوره میگه ماشینمو بردن، یا اولین قصه‌ای که میخوره میگه وای بچه‌مو چجوری نجات بدم؟ میگه وای بچه‌مو چجوری نجات بدم؟ بله. پس من ماشین را بیشتر از هیئت، بچه‌م رو بیشتر از ماشین دوست دارم. لطفاً خودم را فریب ندم. عشق رسوایی محض است که حاشا نشود، عاشقی با اگر و شاید و اما نشود. یفرحون لفرحنا. عرض کردم روایت نمیفرماید یفرحون فی فرحنا، لفرح، چون ما خوشحالیم خوشحالن. آره، نه در خوشحالی ما. نه، میگه اصلا منشأ خوشحالی من اینه که چون تو خوشحالی. تمام معنی حرفی که تالا زدینه. بله. هر آنچه تو را غصه دار میکند مرا غصه دار میکند. اصلا عامل غصه من غم توه. الان جا داریم جمله‌تون دوباره تکرار کنید. در محبوب ها چی؟ اطراف غم ها و شادی ها دور محبوب ها شکل میگیرن. برای اینکه خودمون رو بسنجیم، اول بنویسیم و برای خودمون یادداشت کنیم که چه چیزی ما رو غمگین میکنه، چه چیزی شاد. الهی که با غم انسانی، با غم الهی، با غم اولیاء خدا و با شادی اولیاء خدا مأنوس بشیم تا به اندازه اونها بزرگ بشیم. الهی آمین. به اونجا برسیم، اون وقتی که صاحب الامر ترید و فرید و وحید و شرید که هر کدومش یه روزه بازه نخواهند. گفت باید از خیش بپرسیم چرا حجت حق خیمه را امن‌تر از خانه ما می‌داد. بیداد عمریست که از حضور او جا ماندیم، در قربت سرد خیش تنها ماندیم. او منتظر است تا که ما برگردیم، ما این که در غیبت کبرا ماندیم. و علتش معلوم شد که چرا در غیبت کبرا ماندیم. خدا نجاتمون بده. نمیدونم، خیلی دارم افسوس و دریغ و حسرت و نمیدونم چی اسمشو بذارم. حالم خیلی دیگرگون شده. بحث قلب و انقلاب و اینا هم بودیم، این حالو به ما هم دادین و به نظرم هممون باید بریم بشینیم یه گوشه، یه سر مسئله میگم برو بشین تو اتاق، در اتاق برن به کار بدت فکر کن. باید هممون این کارو بکنیم واقعا. همونی که آقا مجتبی فرمودن خونه رو جارو کن مهمون میاد. آره ان شاء الله که اتفاق بیفته. به جای خیلی خوبی ختم شد این 6 جلسه. خدا منم
همین فکر رو داشتم میکردم الان. به یاری خدا، هدایت امام زمان رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. بسته جامعه رو به دل شما انداختن، تبیین فرمودید، ما حظ بردیم، استفاده کردیم. اجرتون با حضرت حجت، با حضرت زهرا صله بگیریم از دستشون. عواملی نداریم؟ عرضی نیست. بابت این شب‌هایی که مزاحم مردم بودیم، یه وقتی اگر حرفی زدیم ناراحت شدن یا اختیار داریم غمگین شدن، من ازشون معذرت میخوام. زنده باشید، محبت دارید. ایشالا بازم شما رو ببینیم توی برنامه انشالله با کمال میل. محبت دارید. عیب از کجاست؟ غیبت او بی دلیل نیست، چون ذاتاً آفتاب به مردم بخیل نیست. اللهم